معذرت میخوام. بس دیگه معذرت خواهی نکن. موتوشون مامانم دستم عصبانی بود نه؟ اونو که میشناسی. چی گفتش؟ همونی رو که میگی که همیشه میگه من ساعت کوک کردم بابا بگو ساعت کوکش کردم. میدونه. خب دلم میخواست بیام. حالا که اومدی خودت میدونی چقدر عمو دوست داشتم. بس دیگه عذرخواهی نکن. خب احتمالاً قد شده بود از خواب بلند شد دستم روی بازار گیر کرده. خب این یعنی بقا قد شدن دیگه درسته؟ چیزی نشده چارلز. من مراسم تکمیلات دست دادم. اون یه مراسم تکشیفات ساده بود. قابل مقایسه با اون چیزی که تو قلبت حس میکنی نیست پسر. اما به چیزای بزرگتر و بهتری برای نگرانی داری. اصلا هم آدم لجبازی نبود. بس دیگه چارلز. میدونم چه اتفاقی افتاده. میدونم اونا راجع من چه فکری میکنن. وقتی همچین موقعیتی پیش میاد تو با کنارشون باشی و من مراسم تدفین از دست دادم. خب میدونم اونا راجع من چه فکری میکنن. یا درباره تو چه فکری میکنن؟ همشون. اونا درباره تو هیچ فکری نمیکنن. رفتارشون رو میبینم سرزنششون نمیکنم. ببخشید که باید سرم کردگیتم بابا. سر من تو هرگز مایه سرفکندگی من نیستی. هرگزم نبودی. باور کن فامیلا تو رو دوست دارن اما فرصت ابرازشو نداشتن. تو مرد خوب و دوست داشتنی و جذابی هستی. بس کن. بس کن. اینو بگیر. اون شونم من پس بده. صاف وایسا. صاف وایسا تو چشمای فامیلت نگاه کن و انقدر به خودت سخت نگیر. دوست دارم بابا. منم دوست دارم پسر من.